پرسیدم من از فرزانه، گفت یا باد است یا خام است یا افسانه. گفتمش اینها که میبینی چرا دل بستند؟ گفت یا باد است یا خواب است یا دیوانه. گفتمش او حال عمرم را بگو تا عمر چیست؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. هی در روی جهانم ندانم جهان چیست، فرزندی زمانم ندانم زمان چیست. تا پیر نگرده نفهم جوانی، تا خام نگردم ندانم خزان چیست. از سری دنیا گذشتن کاری هر نامرد نیست، باید دل همت بلندی ز آفتاب آموختمی. یک پدر با 100 پسر آسوده گشت، 100 پسر با یک پدر ماندن به دشت. یاران سخنی پدر شکستن عیب است، در خدمت او کمر نبستن عیب است. بشنیدنی درد دل او مشکل است، آه بشنیدن آرام نشستن عیب است. بشنیدن آرام